الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله، شکری به خدا خواهد. امروز دویم جمعه است در این مسجد، انشاءالله تاج محل مسجد مبارک. الحمدلله دویم جمعه برپا شده است. البته از الله سبحانه و تعالی امید میکنیم که سالهای بسیار بسیار انشاءالله تا انشاءالله دنیا هست در اینجا خدا خواهد انشاءالله امر و معروف نهی منکر الهی خدا خواهد برپا می شود. الحمدلله، شکری بیادد انشاءالله خدا خواهد. وعده کرده بودیم جمعه گذشته درباره انشاءالله خدا خواهد بعضی مسئله مهم انشاءالله خدا خواهد نماز صحبت میکنیم، چون که نماز ها اکثر جوان ها هر نمود انشاءالله خدا خواهد نماز خونده استیان، گویا که ایمن توری انشاءالله خدا خواهد. برامین من به حدیث های مبارک انشاءالله خدا خواهد و آیت های مبارک به شما انشاءالله خدا خواهد دلیل میکنم. الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن کریم هم برای عبادت الله سبحانه و تعالی امر کرده ما شما را. عبادت بهترین انشاءالله خدا خواهد در دنیا این نماز است. از نماز دیده بهتر عبادت نیست. اگر بهتر عبادت از نماز دیده میشد، پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم شب معراج نه همچی یک توفه نماز نمیداد الله سبحانه و تعالی. اگر از این عبادت خوبتر و بزرگتر می بود، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله امر به همون چیکار میکرد؟ عبادت میکرد. از همین عبادت دیده بهتر انشاءالله خدا خواهد برای ما نیست. برای همین انشاءالله خدا خواهد عبادت مستحکم کاملا پره باید ترتیب و قاعده‌اش کردی. خوندن نماز ما شما شرط و ضرور یاد نبراریم انشاءالله خدا خواهد. در یک نماز میدونین چاپ 28 سنت دارد، 14 تا حرام دارد، 23 تا مستحب دارد، 63 تا مکروه دارد، 12 فرض متفق علیه دارد. همه همینا برپا شود انشاءالله خدا خواهد. 21 تا واجب دارد. هر یک امام که می شود انشاءالله پیشوا می شود قطعاً کدام در مسجد باید که همینا را 2 کره 2 بدوند. 2 کره 2 4 میگن که همین 2 کره داری انشاءالله خدا خواهد باید بدوند. چون که فرض ترک شود نماز فاسد می شود، واجب ترک شود سجده سهو می شود، سنت ترک شود از شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لایق نمیشه. حرام شود به حرامات نماز تمام می شود، با مکروگی تمام می شود. برای همین انشاءالله هر یک بای چکلی که قاریای محترم منا تجویده باید که 2 کره داری بدونه. 28 تا قاعده را از یاد انشاءالله و پرکتیس که در قرآن استفاده بوده تو انسانش در کار اظهار اقلاب ادغام اخفا یا که 10 تا را قاعده داره، لفظ الله 2 تا قاعده داره و ها کذا و کذا. هر یک قاری هم باید که بدوند. همچنان نمازگزاران شما هم انشاءالله خدا خواهد باید که فرض و واجب و سنت و مستحب و حرام و مکروه بدونیم. چون که الله سبحانه و تعالی خدا خواهد برای ما شما فرض امر کرده. فرض و واجب ای جانب الله ای یاد نبراریم. فرقیتش در همین ای که کسی که فرض این کار کنه کافر میشه، واجب این کار کنه اگر کافر نمیشه سخت گناهگار میشه. سنت مستحب از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کسی که سنت ترک کنه ای شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم لایق نمیشه. مستحب اختیاری، کسی کنه ثواب میگیره نکنه عذاب نیست. حرام، کسی که حرام متفقون علیه حلال گه کافر میشه، مکروه حلال گه کافر نمیشه گناهگار میشه. میشه قاعده باشه باید که هر یک آدم چیزا قاعدش کردی بدونه انشاءالله خدا خواهد. ما امروز خدا خواهد طرز نماز استادن انشاءالله خدا خواهد. ما و شما چیکار میکنیم؟ اولا در نماز چیکار میکنیم؟ میستیم. تو دیدی؟
من انشاءالله پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم یعنی نماز طرز خونده شونه یک به یک به شما انشاءالله خداوند بیان میکنم. الله سبحانه و تعالی در سوره اعلی آیت 15 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر اسم ربه فصلی. همین آیت انشاءالله یعنی نام پروردگار میگه ذکر کن و نماز گذارید. امر انشاءالله چون که پیش از نماز هم درمدن اول چیکار میکنیم ما نام الله ذکر میکنیم. طوری می؟ یعنی چی میگن؟ یعنی لفظ الله چیکار میکنیم؟ الله اکبر گفته میدیم. طوری می؟ یعنی تکبیری تحریمه میکنیم. ابو هریره این حدیث روایت میکنه و اذا قمت الى الصلاه فکبر. وقتی که میگه شما با نماز خسته چیکار کنه؟ الله اکبر گوی. یعنی الله اکبر گفته چیکار میکنه؟ ما با نماز میداریم انشاءالله خدا خواهد. همین حدیث انشاءالله بخاری هاییم. امام بخاری روایت کرده که حدیث سنده وقتی که میگه شما با نماز که خستین چیکار کنین؟ یعنی الله اکبر گفته دروین. الله اکبر ما شما بدرویم. در وقتی با راست ایستادن ما چیکار میکنیم انشاءالله؟ یعنی ما بین دو پاچ ما چیکار کنیم؟ موندنش. طوری یکم قیام میکنیم. قیام چیه؟ فرض. قیام فرض، راست ایستادن فرض. وقتی که ما شما راست میستیم انشاءالله خدا خواهد راست ایستادن بعد ما بین پاچکا چقدر ایستادنشون خدا خواهد انشاءالله ما شما باید که چیکار کنیم؟ اعتبار کنیم انشاءالله خدا خواهد. ما بین پاچکای ما تیپ که انشاءالله خدا خواهد یعنی مذهب حنفی انشاءالله خدا خواهد مستحبه یعنی 4 لیک شیدنش. 4 لیک یعنی 4 انگشت پیشم یک خیل شیدنش در کن. یک خیل دین پیشم پیش این خیل هم نه این خیل هم نه ولی بعضی با این خیل هم میکنن بعضی این خیل هم استادیان. عموما اعتبار در استادن این نماز نیست. برای همین انشاءالله 4 لیک میگه و چیه میگه انشاءالله خدا خواهد منک. قال ابو حنیفه یسن تفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع لانه اقرب الى خشوع. سنت میگه تفریج کشودن 2 پاچیک در قیام مقداری 4 انگشت چون که او نزدیکتره در خشوع. یعنی نماز با خشوع خضوعه. خشوع گفتگیش یعنی حضور دل خودت آزم پس گرفتن یعنی خودمون در پیش الله سبحانه و تعالی خودمون پس گرفتن خودمون انشاءالله خاکسار نشون دادن خضوع خشوع میگن. ولی بسیار ما شما خضوع خشوع را اعتبار نمیتیم ما. طوری می؟ چه خیلی بخوایم هم خیلی انشاءالله مستیم خدا خواهد. حتی خدا هم در سوره مؤمنون میگه استعیذ بالله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هر آیه میگه رستگار شدن میگه مؤمنان از چی؟ از دهشت قیامت از عذاب انشاءالله قیامت میگه چی شدن؟ رستگار شدن. چون که الذين هم في صلاتهم خاشعون همان کسانی که در نمازاشون خشوع میکنن. یعنی خشوع میکنن خضوع میکنن. خشوع فضوتنین یعنی نرم دلی خودش پس گرفتن پیش الله. چون که ما شما حیات نبرانیم که در پیش کی نیستیم. طوری می؟ پیش ما الله آفریدگار نمیستیم. پیش الله سبحانه و تعالی در وقتی که ما شما میستیم باید که حس کنیم که ما پیش کی نمیستیم. پیش مخلوق نمیستیم. پیش خالق نمیستیم. الله سبحانه و تعالی. اگر میگه پیغمبر نازنین خواهی که با خدا گپ زنی نماز کن. در یک روز ما 5 مراتب الحمدلله در پیش الله میستیم. پیش الله خدا خود روز میگیم. همین نماز معراج مؤمن است. مؤمن معراجش نماز. باید که در این حالت همه کارام را ترک کنیم. خضوع گفتگیش حضور دل فکرها را جمع کنیم در نماز. بسیار فکرها را جمع کنیم در نماز. من برای شما یک حکایه میارم انشاءالله خدا خواهد. حضرت عروه گفتگی صحابه گذشتگی است. همین عروه حضرت میگه با کسلی یعنی رگ میگیم سرطان
از عاشقی پاش رگی کسلی سرطان میشد. بینید نماز عاشق بینید چه صحابه نماز میخوندن و چه خونده است. بینید وقتی که میگد کسلیش میگد طرف آج گرفت، طبیبا جمع زدن میگه پیش اومدن، تمامی طبیبا را فریاد کردن میگد اوروه را پاچکشه دیدن گفت که از بریدن دیگه علاج نیست، اوروه باید که از ساقش بریم. چون که اوروه آخر راضی شد، بسیار عذاب کشید، دردی سخت داشت، گفت من راضی هستم. میگن این ناشم بجای اپراسیاگاه جراحگاه برش میبرنش. بعد میگن که اوروه میگن ما برای تو انشاءالله نرکاس میتیم، مواد مؤخرش میگن ما تو نرکاس میتیم. بعد میگه که من نرکاس نمیگیرم، من یک لحظه هم از یاد خدا باید خاموش نباشم علاج نیست. میگن نباشم، میگم من برای شما میگم من به نماز شروع میکنم، نماز نمیدونم. وقتی که التحیات نکن رسیدم، التحیات لله نه، شما اپراسیا سر کنید. من در اون حالت خدمت نمیشم. من ببینید دوستای خدا تا چه اندازه طاعت عبادت میکردن. میارن ما شما 2 مینوت و 3 مینوت شپ نبودن، تپ نمیکردن. از ما شما فوتبال موند، بسکتبال موند، اوقات موند، چای خونه موند، زنم موند، مسکو رفتم در کار بود، فلان رفتم در کار بود. نماز شپ میکنی، نه که کاری دنیا نه به ملال خدا خواهد انشاءالله ساعت ها کاری دنیا اجرا میکنی. وقتی که التحیات نرسید میگد جراحی سر کردن، پای اوروه ای عاشقش جدا کردن. بعدی شدن بعد میگد بخد اومد اوروه سلام داد، میگه نماز بود. من دید که عاشقی پاش در پیشه، در را چی گفت؟ الحمدلله رب العالمین. موری در را وای مردم فلان. ولی بعضی بیمار هستین کسل اقارت میکنم، این من حروم اگه جو چسبید فلان شید. بینید این خداوند میسنجد. خداوند گفت خدا خواهد انشاءالله به دنیا داده میسنجد، پول و مالی بسیار میسنجد. گفت خدا خواهد بیماری میتید، گفت مصیبت میسنجد. کنی تو حقیقی مسلمانی حقیقی مؤمنی تو را میسنجد. گفتیم مولوی که هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. اگر دروغ کاذب باشی از بلا میگریزی. میگه اوروه تشنه موند، 2 بچه داشت. بچه کلونش میگه فریاد کرد، جواب نگردون. گفت که انا لله و انا الیه راجعون. این بچه های من گفت یگان بار گفت سرکشی نمیکردن. یک کس از بیرون اومد گفت که بچه بالای بام یک کدام کنه بولمنده سو از بام قطیده ویم مرد. گفتن انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله. گفتن یک پای روان ایستاده، یک بچه من شکری به 1000 شکر گفت، نداد گفت، نوای گفت. بینید دوستای خدا تا چه اندازه چکا میکردن؟ عبادت میکردن. الحمدلله. ما شما چقدر امروز عبادت داریم؟ ولی در سایدهای من احساس شده که دانلود نمیدونم چی خونده هستم. 4 رکعت یاد میکنم، نمیدونم دیرم نمیشه. بعد 1 رکعت خوندم، 2 رکعت خوندم. دیمک فقط شما چین دای؟ دنیا دای، مال دای شما. بینید حسن روایت میکنه، بینید که نبی صلی الله علیه و سلم میفرمایند آیا شما من از همه گفتن بدترین دوست برای شما خبر تیم؟ بدترین دوست کی است گفتن آره یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. بدترین دوزها گفتن از نماز دزدی میکنن. گفتن از نماز کجا دزدی میکنن؟ رکوع سجود بجا نمیارن، اینا دزد حساب میشن. وقتی که رکوع انشاءالله کامل نمیکنی، سجده را کامل نمیکنی، تو چی هستی؟ دزد هستی. باید که انشاءالله رکوع سجده هر یک وی مکمل کاملا در جاش باشد. ببینید ما شما قدمامون چالی کردیم راست کردیم، بعد چیکار میکنیم انشاءالله خدا خواهد؟ اگر انشاءالله دستامون چیکار میکنیم؟ انشاءالله خدا خواهد برداشته حرکت میکنیم. طوری می؟ حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنند رسول خدا فرمودند هنگامی کدام از شما نماز را شروع نمود
دستان خود را بردارد و کف دست خود را به سوی قبله نماید. یعنی دستا هم قبلش نشده که کفای دستم من خیلی برداشتن نکنم. یعنی کفا میکن طرف قبلش در سنت بینید. متاجمه یعنی 7801 حدیث. وقتی که ما شما دست میبرداریم چیکار میکنیم؟ یعنی کفای دست مخ داخل شد چی میشه؟ انشاءالله طرف قبله شود. بینید. خب دستا را برداشتن چاتی اندازه کن. دستا را برداشتن برابر نرمی گوش سنت. انم جمیاریش ولی انت کسی هم بودم مطلبی انت میکنه و انت میکنه برابر گوش برداشتن تا نرمه گوش سنت های منم. خب از حضرت مالک ابن حوارث روایت است که گفت من دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دستایش را می برداشت آنها را تا نرمه گوش برابر میکرد. صحیح مسلم حدیث 391. برابر گوش می آوردش. از ما شما زنکاری کستیم هم تا میکنه و دستش می بنده خودی به شیفه کارا لب میخوام گویا که خدا هم سر نمیکنه. این چی؟ این کبر پیدا میشه، این منمنی پیدا میشه. باید که انشاءالله خدا خواهد در نماز تو کی تو پیش کی استاده تو کی بدن خود پیش الله حرص کن. ما کی هستیم و پیش الله نه چی هستیم. ما یک مخلوق ضعیف هستیم. هنده ضعیف هستیم که خدا خواهد یک پشه های کردن قدرت نداریم. یک پشه را خدا اگر یک دست مکار نکنه پشه های کردن نمیتونه. خدا یک رگی چشم نداره کور میشه نمیتونه. ما پیش کی نیستادن رو تصور کنیم. خب وائل ابن حجر خدا از او راضی باشد میگه رسول خدا دیدم که هنگام شروع کردن نماز دستهایش را میبرداشت تا اینکه انگشت ابهام خود را به نرمی گوشهای خود برابر میکرد. انم خیش نشده کنم انم جنه برابر اومدن نشده کنم. سنن نسائی 880 حدیث، سنن ابو داود 728 حدیث. میتونی خدا خواهد من ناموشه گفتستم برای خدا خواهد با همین کتابای صحیح خدا خواهد نسائی بخون ابو داود بخون همین انشاءالله خدا خواهد چیزا چی هست. علامه ابن ابی قاری میگه در زیر این عبارتی مختصر رو بیقوینده میگه انگوش ها را به نرمی گوش ها رسانیدن تا اینکه یقین پیدا شود برداشتن دست ها با گوش ها. همین همجا آوردش می همین در رسوندنش برابری دست میشده. از مشکل آوردیمش ولی برابر نشده دستی ما شما. کی برابر میشه؟ اگر هر دوش گوش نچسبید ترازه میشه. داریم گوش نکی رسوندیمش ترازش ده هر دی بعد دستی میشه برابر میشه. من کتاب مختصر انشاءالله خدا خواهد من اینجا درباره همین خدا خواهد کتابی بینید. خب رد المختار ده الباب فی شرح کتاب. خب قاضی خان علی قاری شرح الوقایه مجموع الانهار مختصر برهان الدین راشدانی ده همین شحمت اذنیه ذکر شده. یعنی چیلکا یعنی ابهامه کلونا را در چی برابر گوش رسیدن. کتاب مختصر ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه و اذا اراد الشروع کبر بلا مد حمزه و باء ماسه بابهامه شحمت اذنیه. ببینید وقتی که میگم شما دستات نمیبرید تکبیر تحریم میبنده الله اکبر شه الله شم دراز کنه میشه گفته نمیشه بیمی کفر میشه الله گویم خطا میشه برگویش هم خطا میشه. فقط نام شد الله اکبر قصه چون که اینجا نگان مد نیست. اگر تجوید خوندگی ها باشه حرفی مد خود سه تا و الف یا داریم و الف یا حرفی مد بودن بعد در این یعنی لفظی الله هنده مد نیست فقط لفظی الله دو الف کش نمیشه الله اکبر. تمام قصه چیکار کرده میشه؟ انشاءالله خدا خواهد ادا کرده میشه. همه نماز خانا
خوندن همین دست میبرداریم شهمت اذنهی گوش نمیرسونیم و چیکار میکنیم الله اکبر گفته چیکار میکنیم دست رو انشاءالله خدا خود میبریم. دویم انشاءالله خدا خود بریم ما سنبیب همه شهمت اذنهی هو المراد بالمحاذة لأنها لا تتيقن الا بذلك. میگه در حالت رساندن گوش ملایمی چی میشه؟ میگه دستا برابر میشه. میگه وقتی که دستا که برابر توش چیکار میکنیم ما انشاءالله خدا خواهد یعنی رسونده چیکار میکنیم الله اکبر گفته دستا رو بعد چیکار میکنیم انشاءالله خدا خواهد میبندیم. فرقی بین زن و مرد میگن برداشتن دست ها در چیز. ببینید من از زنهای ما شما هم نماز میخوند الحمدلله. این نماز هم مرد نفرده هم زن نفرده. این فقط مخصوصا خاصتا برای مردکان است. زنها رو چیکار میکنن؟ برداشتن دستهاشو میگن رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که خطاب نموده گفتن ای وائل ابن حجر هنگامی که نماز خوندی دستانت را نزد گوشهایت یعنی بردار و زنها هنگامی که نماز خوندن دستهاشون نزدیک سینه هاشون بردارد. من زنها برابر سینه هاشون میبردارن. این خیلی که من خلاص مردکا چی؟ میاریم انجا نمیرسونیمش. در اینجا با حکمت چیه؟ در اینجا حکمت بند یعنی دستی مردکا کشوده شدن سنت. این بندی دست های کو؟ این بندی دست در نماز کشوده شدن سنت. نبودیم. زنها بندی دستش عورته. دست یعنی بندی دستی زنی بیگانه دیدنت حرامه. برای همین زنها برای محکم شدن اینجاش چیکار میکنن؟ کسکا دست میبندن. برای چی دستاشون نمیپرتن سینی پایون تاینافشون نمیقپن سبب که با دستاشون میشن. ما که سنت بدن بعد انشاءالله خدا خواهد ما هرچند کنیم که انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم دستام خدا خواهد کشاد شود دستام خوشیدنش خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد. بینیم این حدیث مجموع الزوائد جلد 2 صفحه 103 2504 حدیثه. مجموع کبیر از طبرانی جلد 22 صفحه 19 جامع الحدیث از امام سیوطی 263 ابن کثیر در جامع الحدیث جلد 8 صفحه 406 1650 حدیثی صحیح وارد شده. هر یکش دلیل کردیم انشاءالله خدا خواهد. نگو که هم تا گفته سه گذشته رفته سر خدا خواهد انشاءالله. بین هر یکش با دلیل انشاءالله خدا خواهد ما با شما چی داریم؟ الحمدلله انشاءالله خدا خواهد صحبت داریم. خب دست رسوندیم میبندیم. و قال علی رضی الله عنه السنة وضع الكف في الصلاة تحت سرته رواه ابو داود و احمد. یعنی از علی الله راضی شود سنت گفت گذاشتنی کفها در نماز زیر ناف. یعنی زیر ناف سنته. یعنی دستامو زیر ناف میکنیم. زنها چی؟ بالای سینه شونه میمونن. ببینید برای همین خدا خواهد همه مول بعضی انجا قبل دسته بعضی انجا دمی قبل این کجا سنته کنید یه تا میکنی زنکو میشود جنسکوی نماز میشود تا موزیکی که دکتر خدا موزیکت کرده مردکت کرده تا مردکشا نماز کنید چون که آنچه که برای مردها سنت های زنها دا بدعت های ایود نبولو آنچه که برای زنها سنت های مردان دا بدعت های ایود نبولو من مردها رو رکوع مش کار میکنیم دراز پرا میکنیم طوری زنها میچسبن سجده ما دراز میکنیم زنها دا شکمش میچسبن چون که به عورت های عورت انشاءالله خدا خواهد انشاءالله. بعد خدا خواهد من ما شما دستات زیر ناف موندیم بعد چیکار میکنیم سبحانك اللهم میخونیم طوری می سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. هر یک چیز درست خونه باید یاد نبراریم. ما شما هم بسم الله هم یک 100 تا آدم برداری 100 خیلی بسم الله میگیم این خوری ها گوش میکنی با هر یک تد خدا خواهد یک خوری باید داری مخلص داری می سودایسی گوش میکنی خدا خواهد انشاءالله چقدر خوری ها را گوش میکنی لیکن اعتبار ندیدی
اکثر آدم بسم الله الرحمن الرحیم میگه، ای بای ای در کجاش رحمان و ای بگه، در کجاش او داره. بسم الله الرحمن در کجای افتاد؟ 113 سوره بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك خوندن سنت برادر، دست برداشتن سنت، رسوندن مستحب، بستن دست زیر نوف سنت، بالای کف نمودن. این خیلی دست همونه باد بسیار میبرد تا این خیلی دوست دارم، این خیلی حلقش میکنه. سه چیلی که خوان خیلی این بوله اند خواه میره. این خیلی استادن در نماز سنت من. اینجا شا ما میبینیم بعضی سنت ها میخونن، میبینیم سنت قبلی اینجا شا یه ترتیب نماز ما شما نمیدونستیم. انا دستان خیلی میبندن، انا اینجا خیلی حلقه میشه، انا بوله اند خواه میره. انا این چیه؟ سنت انشاءالله خدا قد. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم. درسته؟ بعد اعوذ چی؟ بسم الله میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بسم الله پیش سبحانك نمیشه. یاد نبرید پیش سبحانك اللهم یگان چیز گفته نمیشه. نه بسم الله نه دیگر چیز، فقط بستیم دستا سبحانك سر میکنیم. در قیام دیدن خدا جای سجدگاه سنت نه؟ باید که ما شما جای سجده میکنه که جامعه دیدن همین آدم خشوع خضوع میاره. شیطان شما رو گرفته نمیتونه، شیطان شما رو غالب شده نمیتونه. چون که شیطان وقتی که شما به نماز نیستین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شیطان سوال جواب کرده هستن. خدا خواهد یک جمعه در این باره صحبت میکنیم، یک کتاب کلام است درباره شیطان. الله سبحانه و تعالی امر کرد که پیش محمد برو و محمد چی سوال میتید توری گو ایلا نباشم شرمنده میکنم. یا خونه صحابه نشته بر میگه شیطان اومد دور من تخت کرد، صحابه دمتن یک چال است. وقتی که دور من میگه بسیار یک کوسه 3-4 دریش دارد بد بشره. پیامبر صحابه گفتن نمیشناسه، گفتن شیطان است. این شیطانی ملعونی مرجونی مردود دشمنی شما همین بدبخت است. همونجا بعد درباره نماز سوال دادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وقتی که امتای من در نماز بیسته حالی تو چی میشود؟ گفتم وقتی که امتای تو در نماز بیسته من یک شیطان بچه میفرستم، یکم ای بینیش پوف میکنه. وقتی که ای بینیش پوف کرد خمیازه دهنفانجه زیر میکنه. اگر دهنفانجهش دهنش نداره یک شیطان بچه درونش میدره. شیطان بچه که درونش که دور مد تمام آرزوهای بد دنیا میگه میارش چی خوندهش بد نمیدونه. وقتی که میگه این در زورم نرسید ای امام پیش سر بر، ای امام پیش سر بردار گفتن امر میکنه. کسی که گفت ای امام پیش سر میمونه، ای امام پیش سرش میبرداره، روز قیامت سرش سری خر میکنن امتاب نمیدونه. گفت اشیاشی در وقتی خدا خواهد جماعت خوندستنم از امام یک تکبیر عقب بریم، یک تکبیر عقب استاده بریم انشاءالله خدا خواهد. یک تکبیر عقب استاده. وقتی که میشه انشاء دور اومدیم بعد چیکار میکنیم؟ بعد سوره فاتحه میخونیم. بعد دالین میگیم، همین آخرش نه بعد آمین داره. درسته؟ بعضی آمین جهری میگن، بلند میگن آمین. درسته؟ در مذهب ما و شما خفیه گفتن سنت ای. حدیث خدا خواهد طبرانی ای و عن ابی وائل رضی الله قال علی و ابن مسعود لا یجهران بسم الله الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالآمین رواه الطبرانی. از علی و ابن مسعود روایت کرده است که جهریه نمیخوندن میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آمین. در مذهب ما و شما حنفی جهریه خونده نمیشه، یعنی نفسی خود چینوه شده. آمینه نفسی خود چینوه خدا خواهد انشاءالله شد. جهریه گفتنش در مذهب ما و شما این جاری نیست، اما یعنی فقط خفیه بگید. در همجا خدا خواهد موضوع با پایان میرسانیم، چون که وقتی نماز قریب است انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من یک مکتوب از شهر روس بسیل کردن خدا خواهد التماس کردن خونین و حافظات خدا خواهد خوندن این مکتوب خدا خواهد و خادمان انشاءالله مسجد که ها کار میکنن در اینجا خدا خواهد اعلام میکنیم بعد خدا خواهد انشاءالله
خب السلام علیکم دوملای عزیز، سلامت می عبادت هاتون خیر احساناتون ثواب های کردگیتون الله در درگاهش قبول گرداند. دوملا شما یک التماس دارم که در سرم مشکل افتاد، لیکن این روزای با دشمنی قتال هم نفرمان. سایبان سرم جفت و حلالم رحیم بای بهادور با تهمت دشمنانشون به حبس افتادند. از برای تقدیر فرزندای نارسیدهشون 2 ساله کودکاشون در خانه الله دعا میکرده با اهل جماعت و با اهل مسلمانان. من باوری دارم که التماس من را دریغ نمیگردانید. از سوز و گداز از درد فرزند مادرشون به جاگه بیمار افتیده است. یگان امیدم فقط از الله و از شما است. ویدیو را به نوارتان پرتایید. مکتوب از فدراسیون روسیه شهر ایرکوتسک. یک ماه شد و الله اعلم انشاءالله در این باره مکتوب آمدگی بود. الحمدلله همون مضمونی مینت داری دیگر چیزا داره خدا قدم مضمونی وی است. البته فرزندشون خدا خواهد در ماشین شد و دور پرتفتیان الله اعلم بلکه مسلمان ها کرده است. باور میکنین من همین بسیار چیزا را میبینم دلگیر میشم. مسلمان ها را غارت دارن. باور که کافر نمیکنه همین چیزا. مسلمان کش دست است. باور میکنه مسلمان دیده است از مال و دنیاش. این چی مسلمانی؟ این چی نماز خونی بر مسلمان دوز، مسلمان آدم کش، مسلمان غارتگر، مسلمان دروغچی، مسلمان غیبتچی، نیرنگباز، عرقخور، زیناگر، قمارباز، فالبین. این چی معنی مسلمان داره برادر؟ این نماز برای چی میخونی آخی؟ خدا وعده میکنه قرآن استعیذ بالله ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز میگه شما رو از کارهای فحش و فاحشه میدارد. وقتی که نماز که نداردش والله که در منبر محمدی میگن نماز نیست. با هم نماز خونی هم گناه کنی چی معنی دارد؟ خدا گفته است که نماز خونان از کارهای فحش و فاحشه میدارد با کار کنی. نمازت میگه سری صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روا نیست. اما کعبه برده در سنتری مرکز خداقت کعبه پیش حجر الاسود سنگ سیاه نخون اگر فساد و داشتش نمیکنه خدا قبول نیاد نبود. چی معنی دارد؟ من برادر فرزند کاش من مادرش امروز از فراقی فرزند در این سال پسری جاگه غلطید است. داغی فرزند بسیار دشوار است عزیزان من. داغی فرزند همه موسیقی یک دعا دارن. پروردگارا ما را در پیش بچه هم فرمونو بچه ما در پیش من نفرمون که طاقت کرده نمیتونه. من گذشتگی جمعه نوار که پرتف دادم در باره فراقی فرزند که قابل جان در مسکو وحشیانه بدبختای کافر را کشتن. ما هم تعزیه اظهار کردیم الحمدلله. با امروز مسلمان ها این چی گفته که برادر از خدا بترسی میایی نماز میخونی. من اینجا 3 ماه 4 ماه مسجدای ما گوجو میشد 3-4 ماه همه رسی میری گجای میری گجای روی خدا خواهد هیچ وقت از اینش راه نبره. از تحت دل دعا کنیم پروردگار همین مادرمون فرزندشون زودتر تیزتر از همین دستی ظالم و خلاص بگرداند و از حبس خانه آزاد بگرداند و زودتر نزد خاندانشو نزد عائلهشو برگشتن الله مهربان خودت مناسب بگردانی. خودت پروردگار قادر خودت میگوی ای من پرس یا کنعبد و یا کنستعین یا کنعبد و یا کنستعین و خود به خود تکیه میکنیم و از خودت میپرسیم که این فرزندایی که در حبس خانه ها هستند زودتر آزاد شو کن و نزد عائلهشو نزد پدر و مادر تیز در برگشتن الله الها نصیب بدار. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه. خدا خواهد مسجد مفعالیتش انشاءالله سر دارد انشاءالله. خب از این طرف خدا خواهد مسجد نه خدمت میکرده که شخص ها را نامبر میکنیم چون که من یک 15 روز خدا خواهد سفر دارم. در دعا میشین انشاءالله شاگردا حج عمره نه خدا خواهد خدا مبارکش کنه عمرش نه رزقش نه علمش نه برکتیت. برای خرسندی خدا خواهد استاد این کار کردم الحمدلله. خدا خواهد 6 سال سفر داریم. اگر مبادا عمران باقی باشد خدا خواهد انشاءالله با دیدار میبینیم. نباشد گاه ها در نمازات دعا کنیم. این حیات است چون که کی میمرد الله میدوند.
بلکه سفری دور دراز میکنیم. نماش الله مهربان. اگر عمر باقی باشد با شما عزیزان تا دم مردن پیش الله وعده کرده هستم که خدا خانه خشت بنا کرد تا جون دارم خدا خد خدمت میکنم، تا جون دارم ان شاء الله خدا خد همین جنده بیترین کارش خدا خدم توالت توزه کن میشم. هوای من در بسه ما اینجا فقط خودی به همینجا هستیم خلاص، لایقی مومتی هم نداریم. لایقم خدا خد توالت شنم، اگر خدا خد قلار مونه من ان شاء الله خدا خد بهترین خرسند میشم، بهترین ان شاء الله خدا خد شاد میشم. دنیا جای فخر نداره، جای منمنی نداره. عزیزانی من خدا خد در دعا باشین الله حجی ما را قبول کند خدا خد ان شاء الله. ما از نام همه شما خدا خد ان شاء الله در سینتری خدا خد اون کعبه ایستادم. البته حق شما عزیزان دعا میکنم، آنانی که این خواننده 3 سال خدمت کردن الحمدلله بی عدد شکر. البته در حق من دعاگو هستم خدا خد ان شاء الله. کسانی که در اینجا خدمت کردن اهل خدا خد خلق عزیز انشاءالله تمام مسلمانای روی دنیا خاصتا مسلمانای تاجیکستان زمین انشاءالله الحمدلله تا جان داریم خدا خد دعاش میکنیم، تا جان داریم خدمتش نبجا بیاریم انشاءالله خدا خد. در مسجد خدا خد انشاءالله کمی نه محاضی چه خدا خد تا 1 روز است 10 روز است نصیب کرگی امام انشاءالله خدا خد. 2 تا یاردمچی خدا خد انشاءالله گرفتیم. یکیش خدا خد یونس علی قاری است، من چند سال از خدمت دارد. یکی دیگر خدا خواهد جمشید جان گفتگی بچه که بهاریدین نومش خدا خواهد دیگر کرده محمد صالح سبحان الله. همین برادر یاردمچی خدا خواهد انشاءالله که جماعتانه گذشتن هستند خدا خواهد انشاءالله. اینا خدا خواهد راهبر عبدالله شاگرد خدا خواهد امروز در خدا خواهد حضرت علی فعالیت میبرند. البته این مکان جای هوای است، روزی میشد خدا خواهد انشاءالله همین با اشاره میاد خدمت میکند. این خدا خواهد من در اونجا خدمت دارد، این خدا خواهد نظارت میکنه. اگه یونسیون خدا خواهد چندین سال است مدت خدا خواهد انشاءالله خرید 3 سال است قطعی یک جای کار میکنیم. بغلتری هستند به یک عنعنه زور بغلتری بر روی سفید و آنجون کردن مسجد تمام کردیم انشاءالله کارشونه دماغ میتین خدا خواهد انشاءالله. موندگی همه خدا خواهد کارگری که در اونجا کار کردن همچون کمیسیه خدا خواهد در مسجد چیکار میکنن فعالیت میبرن انشاءالله خدا خواهد همچون کمیسیه، چون که کمیسیه 10-15 کمیسیه در کار همچون کمیسیه خدا خواهد. من بهترین که غلام جان امروز مادرشو بیمار هستن یا دعا کنیم در بیمار خانه پروردگار همین برادر همین خانه انجینری همین خانه همین برادر بودن من همین خیلی انشاءات خوبه کردن. مادرشون خدا خود زودتر خدا شفای کاملی و زودتر به اهل خاندان برگشتن الله نصیب بداریم انشاءالله. خدا خواهد خدا نصیب کند اگر انشاءالله با الله سبحانه و تعالی فرصت یا دوام میتیم انشاءالله. خدا خواهد برای 15 روز انشاءالله یا که 20 روز بعد اگر مناسبی ند عمر باقی باشد با شما عزیزان در همین خانه خدا تا جون داریم خدمت میکنیم. لیکن دلگیر نباشین، البته خدا اینجا شاگردا هستند، معریضه ها پند و نصیحت ها دوام دادن میگیرد. عبادت ایستادگی نمیشود، عبادت ها خدا خواهد شاگردا همش تیارند. دیگه مسئله قاری ها همه تیار شده. خدا خواهد قاری محمد مؤذنی همین مسجد اعلان شده خدا خواهد انشاءالله قاری فیروز، قاری عبدالرحمن، قاری عبدالله تیاری خدا خواهد بچی رمضان همین روز عبارت من 2 ماه نمون 1 ماه دیگه ماه رمضان در شب و روز تکرار نداری خدا خواهد انشاءالله. از پدراش التماس میکنیم همین برادرها از کار آزاد کنیم خدا خواهد تا که به یک تنه نماز خدا خواهد تراویح در عقیب قاریای محترم انشاءالله اداشتن الله نصیب بدارد خدا خواهد انشاءالله. قاری‌ها هم حرکت خدا خواهد بر پیش اینجا باشن، قاری‌ها گذشتن بگیرن نمازان خدا خواهد. مبادا در سفر دیگر جا باشن یکی تیاری از دور بینه خدا خواهد انشاءالله. 2 قاری محترم داریم انشاءالله، 3 قاری داریم الحمدلله همش خدا خواهد امسال خدمت میکنن. با 5-4 تا دیگه قاری در عرفه تیار شدن است سبحان الله الحمدلله. عزیزانی من خدا خواهد بچه‌هاتون همه قاری کنید، خونم بچه تا خدا خواهد انشاءالله. خودت خیلی امروز گفت که اجازت نباشد حکومت خودت در خانت خونم بشی کنفرانس دینی تشکیل که خدا خواهد انشاءالله. چون در خونهاتون نمیکنی بچه بار میکنی زن گرفته سه کلمه نمیدونه شرمندگیه لا اله الا الله نمیدونه مرای روز شوی کلی مسلمان مجبور ملا در دهنی بسم الله انداخته شده مجبوری که ما مسلمان کنیم نکاش کردیم و ایمان نداشته نکاح شرط نیست بندم گشتن یا مرنگی کافر آری برام زکس کو خدا خواهد انشاءالله
خیلی تو 18 اندت اومده مسلمان شده لا اله الا الله نمیدونی شرمندگی ای بای یادش نه خدا خواهد انشالله هر بیگانی هم با تو کنفرنس اگزاده خانه کنشینه او همش جمع کن زن تکو که خدا خواهد من بی منطقه گم میزنم دیگر رو گوش میکنن همه برای میگیم اعوذ بلک گو بسم الله گو 10 بار تکرار کشید گویا که بچه هم بازی کنه فردا بگی با خدا خواهد دریا مردم ده که 10-20 سوره یاد کرده میبینی که در واقع تا 7 سالگیش خوری شده این فایده ای خودت چون که خوری ها پدر مادرش دسته کشته جنت بده سبحان الله این کار بسیار عجیب داره خدا بسیار فایده ای داره برای این حرکت کنیم خوری ها زیاد کنیم